نام خدا، به قسمت 8 ترم دوم کانال ایدیوم آیار در یوتیوب خوش اومدید. در این قسمت میخوایم فوق‌العاده از اسپانیایی لذت ببریم. میخوایم یاد بگیریم که چطوری در زبان اسپانیایی ساعت رو، زمان رو بیان کنیم. ¿Cómo se dice las horas en español? کتاب در تمرین 9 این موضوع رو به شما یاد میده، ولی چون در تمرین 7 و 8 از ساعت استفاده میشه در متن‌های آموزشی و میخوایم از اسپانیایی خیلی لذت ببریم، پس من تصمیم گرفتم که در یک ویدیوی مجزا این موضوع رو به شما آموزش بدم در تمام ابعادش که دیگه هیچ جای ابهامی برای شما باقی نمونه. خب دقت کنید. ساعت اورا میشه ساعت. اورا یک کلمه مؤنث هست. چرا؟ چون به آخر شده. خب برای گفتن ساعت در اسپانیایی چی کار میکنی؟ یه قاعده کلی اولا داره. قاعده کلی چیه؟ اورس در زبان اسپانیایی گفتنش چجوریه؟ به این شکله که اول ساعت گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی una, dos, tres, etc. چرا من گفتم una؟ اعداد اسپانیایی رو 1 تا 99 تا 100 البته خوندید. 1 تا 99 رو در اعداد اسپانیایی 1 تا 99 هیچ فرقی بین مذکر و مؤنث در اعداد وجود نداره. 1، 2، 3، 4، 5، 6 چه برای مذکر بیارین چه برای مؤنث تغییر نمیکنه غیر از اونو یک کلمه‌ای هست که یک عددی هست که مذکر و مؤنث داره. از 1 تا 99 فقط اونو عددی هست که مذکر و مؤنث داره. اگر بخوایم به تنهایی بشمارید که همین اونو میشه. 1، 2، 3، 4. ولی در جاهایی باید با اسمی که میاد در عدد در مذکر و مؤنث بودن تطابق داشته باشه. اورا یک کلمه مؤنث هست. پس وقتی من بخوام بگم ساعت 1 میگم una. پس در ساعت ذهنتون رو الان به قواعد دیگه نمیخواد سرگرم کنید. به این نکته ساده توجه کنید. ساعت 1 میشه una. عدد 1 اونوه. 1، 2، 3، 4. از 1 تا 99 فقط عدد 1 مؤنث هم داره. الان بحث مذکر و مؤنث عدد 1 رو نمیخوام بکنم. فقط در بیان ساعت، چون ساعت ها son femeninas. son femeninas. ساعت ها مؤنث هستن. پس ساعت 1 میشه una. اعداد 1 تا 100 اگه خواستیم بشمارین نباید بگین una. 1، 2، 3، 4، 5.
ولی اگر خواستین بگین ساعت 1 باید بگین اونا. خب اینقدر این موضوع ساعت رو آخر ویدیو به راحتی و به سادگی یاد میگیرید که جای هیچ ابهامی براتون نمیمونه. از اسپانیایی فوق‌العاده لذت میبرید. فقط با دقت این ویدیو رو ببینید. خب پس ما یک قاعده کلی یاد گرفتیم. قاعده کلیمون چی بود؟ در اسپانیایی برای بیان ساعت اول ساعت گفته میشه، یعنی una, dos, tres, cuatro, cinco. حالا تا 2 3 یعنی 12 یا بخواین 24 ساعته بگین تا 24. خب بعدش دقیقه گفته میشه مینوتوس. دقیقه از چند تا چنده؟ دل 1 a 59 از 1 تا 59. دقیقه هم که از 1 تا 59. پس ما باید اول یاد بگیریم که چطور بگیم ساعت 1 2 3 4 5 تا 12 یا تا 24 و بعد دقیقه شو بگیم. مرحله اول کار ما گفتن ساعت تا گفتن ساعت، بعد یاد میگیریم که چطور بگیم دقیقه چنده. پس الان فعلا میخوایم یاد بگیریم که این ساعت ها رو بگیم. این ساعت ها رو ساعت 1، ساعت 2، ساعت 3 و ساعت یعنی تا آخر تا 12. درست؟ اول میخوایم یاد بگیریم ساعت رو بگیم، بعدش دقیقه رو میگیم. یعنی هی جمله‌مون رو یاد میگیریم کاملتر بگیم، دقیقه رو هم بگیم. فعلا میخوایم ساعت 1 2 3 تا 12 رو قاعده‌ش رو یاد بگیریم. خب برای گفتن ساعت از این فرمول استفاده میکنیم. برای گفتن ساعت از این فرمول استفاده میکنیم. اول شما باید فعل سر رو استفاده کنید. فعل سر در چه حالتی؟ فعل سر در زمان حال 6 تا وجه داشت. soy, eres, es, somos, soy, son. به همش که کار نداریم. فقط سوم شخص. سوم شخص یعنی چی فقط سوم شخص؟ توضیح میدیم. سوم شخص یعنی یا اس یا سون. چه موقع اس چه موقع سون بهتون میگم. خیلی ساده است. خیلی ساده است. خب فعلا میخوایم ببینیم از چه ساختاری باید استفاده کنیم. بعدش چی باید بیاد تو گفتن ساعت؟ ساختار چیه؟ پس اول فعل سر. بعدش شما باید حرف تعریف بیارید. artículo determinado. حرف تعریفا چی بودن؟ حرف تعریف نه تنکید. حرف تعریفا el, la, los, las. اینا حرف تعریفا بودن. خب ما با همشون کار داریم؟ نه. چرا؟ چون ساعتها مؤنث هستن. پس با مذکراش کار نداریم. الو کار نداریم. لوس کار نداریم. پس تو ساختارمون از چی استفاده میکنیم؟ از لا یا لاس. چه موقع از لا چه موقع از لاس؟ بهتون میگم خیلی ساده است. این که بهتون میگم فکر نکنید قاعده سختیه. خیلی ساده است. ولی میخوام الان فعلا ساختار رو کامل کنم. بعدش چی میگیم؟ بعد در ساختار عدد رو میگیم. عدد ساعت. عدد ساعت یعنی از 1
una, dos, tres تا آخر. ساعت هر چند که هست همونه میگی. خب حالا میخوایم ببینیم چه موقع اگر ساعت دقت کنید که میخوایم خیلی لذت ببریم. اگر ساعت 1 بود اگر ساعت 1 بود، اگر غیر 1 بود، یعنی فقط ساعت 1 باید مفرد گفته بشه. از اس استفاده میشه و از لا. فقط ساعت 1 مفرده، بقیه ساعت ها 2 3 4 5 تا آخر. حالا چه 12 ساعته بخوای بگی، چه 24 ساعته بخوای بگی، دیگه همش میشه سون لاس. این چقدر ساده بود. پس فقط ساعت اگر 1 بود از اس، در این ساختار از اس و لا که مفرد هستن استفاده میکنید. از سون و لاس چه موقع استفاده میکنید؟ وقتی که ساعت غیر از 1 باشه. خب حالا میخوایم طبق این ساختار میخوایم یاد بگیریم چطور الان ساعت رو بگیم. الان ما میخوایم ساعت بگیم طبق این ساختار. خب ساعت 1. اگه ساعت 1 باشه بخوام یکی از من بپرسه که اورا اس ساعت چنده، من چی میگم؟ از فعل سر تو ساختار آرتیکولو عدد میگم چی؟ اس لا عدد اونا. این چقدر ساده بود؟ اس لا اونا یعنی ساعت 1. چرا گفتم اونا نگفتم اونو؟ گفتم فقط در بیان ساعت، چون ساعت ها مؤنث هستند و فقط از عدد 1 تا 99 عدد 1 مذکر و مؤنث داره، اینجا از جاهایی هست که ما باید تطابق کنیم در جنسیت در عدد 1. پس میگیم اس لا اونا. تموم شد. ساعت رو گفتیم. خب ساعت 2 باشه چی؟